خب بچه‌ها صحبت‌های امروز مال پدر مادرها بود بالای 55 سال. اگر خدا نکرده باز پدر مادر شما کارهای بد کردن، به ایمیل آقای دکتر آیسی کوسه ایمیل بزنید، من پدر مادر شما رو برای شما اینجا رسوا بکنم که دیگه عکساشون رو بذاریم آبروی اینا رو ببرید، بگیم اینا آبروریزی کردن. شوخی می‌کنم. آره هر چیزی هست بین خودتون حلش بکنین، حتی نذارین از در سالن پذیراییتون هم بیاد بیرون، چه برسه در حیاط که بخواد بره پیش مردم. آره سر قضیه رو هم بیارین رد بشین. آقا این کسکش مشکل مگه نیست، بزن از بغلش رد شو برو، شاید بعدی خوشبختی باشه. اینجا وای بسی این کسکش کارش همینه، اینجا فقط وایساده. همه موقع از موقعی که دنیا بیاد اینجا وایساده فقط دنبال کیره خره، چون سرش به سمت گذشته است، بر نگشته آینده رو نگاه بکنه. تو که آینده رو نگاه بکنی فقط میری، تو به روی آینده این به روی گذشته با هم درگیر میشین، وقت تو گرفته میشه، چون اون نمیخواد جای بره، اون ثابت وایساده. برو بزن برو ولش کن. آره داداش برو.